چه داشت حضرت ابراهیم؟ اینا خلیفت الله بودن، بعضی از صفات خدا رو داشتند. امام زمان یک نفر هم موساست، هم عیساست، هم خلیل است، هم نوح است، هم یوسف است، هم شعیب است، هم ادریس است، هم یونس است، هم آدم است، همه هست. همه خدا رزاق، درسته؟ خدا در قرآن چی میگه؟ کانال رزق پیغمبر است. شب قدر همه میان من کل امر، برای رزق، برای روزی، برای حیات، برای اولاد، من کل. پیش کی میان؟ پیش امام زمان. آیا هی بگیم حجت ابن الحسن، هی بگیم امام زمان، چی به درد دنیای ما میخوره؟ نان میشه، آب میشه. سوره قدر رو بخوان، میگه آبت از کانال امام زمان است، نانت از کانال امام زمان است، چشمت از کانال امام زمان میبیند، گوشت از کانال امام زمان میشنود، قلبت از طریق امام زمان خون میرساند، حیاتت، روحت به واسطه. پس کل عالم هر چه داریم از خودشه. لذا ما چیزی نداریم خرج امام زمان کنیم. دخترم وقتی رفتی امسال نمره خوب گرفتی، بگو امام زمان ممنونتم، مغز خوبی به من از خدا گرفتی، نمره 1 گرفتم. جوان بچه سالم خدا بهت داد، بگو امام زمان ممنونتون هستم، نطفه در رحم مادر منعقد نمیشه الا از کانال امام زمان، ممنونم بچه سالم به من دادی. امام زمان دستام کار میکنه این صبحها، پاهام شل نیست، چشام کور نشده، ممنونتم امام زمان. خب هر چه صفات خداست همه در وجود حجت ابن الحسن جمعه. ای کاش، ای کاش درس خونده بودن، ای کاش میفهمیدن نسبت خلیفه با الله چیه. خلیفت الله یعنی مظهر منعم، مظهر خدا. چطور اون میشونه مظهر خدا باشد؟ وقتی که رزق خدا رو مردم به دست او ببینند، عفو خدا رو مردم به دست او ببینند، هرچه هست از حجت ابن الحسن است. ای آقایی که به برکت تو روح ما میشه رفیق رسول الله، ای آقایی که وقتی دل ما گره خورد به قلب شما، اجر 1000 شهید از شهدای بدر احد به این زن و مرد عطا میشه. ای آقایی که شما خلیفت اللهید، بیایید عالم نجات پیدا میکند. یه همچه کسی انشاءالله در این ایام به دنیا میاد. لذا وقتی میگم خانما، وقتی میگم بگو یا صاحب زمان داد بزن، این آقا رو صدا میزنی. وقتی میگم داد بزن جوان، این آقا رو. خب چیکار کنیم؟ 1 روز 100 تا صلوات برای فرجش نذر کن. اینجوری عرض ارادت میکنی به امام زمان، صلوات رو بلند ختم کن. و عجل 2 خواهر من هر روز 1 یورو صدقه بده برای سلامتی امام زمان. ببین بچه هات حفظ میشه یا نمیشه. صبح که بلند شدی، من بعضی وقتا جوانا رو میگم جوانا، میدونید چرا گره در کارتون هست؟ چرا گاهی وقتا مشکل اقتصادی دارید؟ چرا گاهی وقتا از اخلاقتون رنج میبرید؟
بدونید چرا گاهی وقتا نماز از دستتون میره؟ برای اینکه با امام زمان حرف نمیزنید. خب حاج آقا دعای ندبه بخوانیم؟ نه، دعای ندبه نخوان دخترم، خانم، خواهرم، پسر جوان. همینطور که میری از خانه بیرون با امام زمان با دعای ندبه صحبت نکن، با زبان خودت سلام پدر جان امام زمان مهدی فاطمه، ممنونم که دیشب در نماز شبت پیش خدا اشک ریختی و برای گناه من دعا کردی، خدا منو بخشید، بلا رو از من دفع کرد. امام زمان حجت ابن الحسن، امروز تا شب یک کاری میکنم که شما ناراحت نشید. امروز نذر میکنم تا شب گناه نکنم. امام زمان به خاطر شما امروز من شب یه سوره یاسین به نیابت از شما میخونم و هدیه میکنم به مادرتون زهرا. از این کارا بکنید. با حرف بزنید. حرف بزنید با امام زمانتون. امروز انشاءالله یک دختر جوانی در مجلس ما آمده، در این کشور آلمان هم بزرگ شده، اصلش پیرو مذهب اهل بیت نبوده. این دختر خودش رفته تحقیق کرده و مکتب اهل بیت رو پیدا کرده و بعد خواهش کرده که یک عالم شیعه شهادتین رو برای من اقرار به ولایت علی و امام زمان رو برای من بخونه. خب اگه این مجالس نباشه واقعا من و شما مسئول نیستیم. بچه تو در آلمان به دنیا آمده، صبح تا به شب با زنت فارسی صحبت میکنی، زبان فارسی یادش میره، دینش یادش نمیره. اگر مسجدی نباشه، عالمی نباشه، براشون درس نده، اینا از دین از دست میرن. ما داریم چیکار میکنیم برادران؟ بریم امروز عهد کنیم با خدا که خدا این امام زمانی که اینقدر روح ما رو میبره بالا، نکنه ما جز اونایی باشیم که در این عصر روح ما پایین بمانه. خدا به عزت مادرش زهرا یک کاری کن که روح ما بره رفیق پیغمبر بشه. انشاءالله همیشه سر سفره امام زمانیم، شکر امام زمان رو بکنیم. خدا توفیق بده یک کاری برای حجت ابن الحسن بکنیم. اینو عهد کنیم. آقایی میگه من میخواستم طلبه بشم. سبحان الله. پدرم مخالف بود. این داستان از من شنید. در اصفهان درس میخواندم، پدرم مخالف بود. پسرم میری طلبه میشی، طلبگی فقر داره، طلبگی ناداری داره، طلبگی چیزی نداره، کجا میری؟ گفتم پدر من میخوام جوانیم و فدای امام زمانم بکنم. ماه مبارک رمضان شد، بقیه طلبا رفت. قدیما اگر یادتون باشه برف زیاد میزد. ما چنداول کابل که زندگی میکردیم گاهی وقتا این برفا از کوچه ها به قدری میرفت بالا که ما پشت بام هم میدیدیم. مثلا پدرم آمد ماه رمضان یک دفعه دید که اتاق من سرد، چیزی هم برای خوردن ندارم. شروع کرد به منت دادن به من. پسرم نگفتم نیا، چیزی برای خوردن نداری، بی کس و تنهام هستی. دیگه همینجور منو داشت منت میداد، منو داشت ملامت میکرد. خواستیم بخوابیم، یک پتوی نازکی داشتم، اینو گذاشتم رو سر پدرم، من سرمو گذاشتم رو زمین، همینجور اشکم جاری میشد. گفتم امام زمان ای پدر حقیقی، من چیزی نمیخوام، اما نگذار سرباز شما، نوکر شما پیش مردم خار باشه، به حق مادرت زهرا امام زمان.
دیدم در زده شد. رفتم پشت در، دیدم آقایی به من گفت شیخ حیدر کلید فلانجاست بیار. من بدون اختیار رفتم کلید آوردم. تا در رو باز کردم دیدم ماهی است.